روز 19 نوامبر روسیه خبر داد که اوکراین با موشک دورپرواز اتک MS امریکایی به خاکش حمله کرده است. همزمان ولادیمیر پوتین با تغییر داکترین هسته‌ای به کشورش حق حمله با سلاح هسته‌ای را داد. روسیه بزرگترین کشور دارای سلاح هسته‌ای است و پوتین تصمیم خواهد گرفت که آن را کی و چگونه استفاده کند. این تصمیم زمان اعلان شد که از جنگ روسیه در اوکراین 1000 روز گذشت. حتی در این روز خاص آنها دکترین هسته‌ایشان را معرفی کردند. چرا آنها نقشه صلح پیشنهاد نکردند؟ شما این را شنیدید، در این باره خواندید. تنها حرف از استراتژی سلاح هسته‌ای است. پوتین جنگ می‌خواهد. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه که در برزیل قرار داشت گفت که امیدوار است داکترین هسته‌ای کشورش را جدی می‌گیرند. در حجت پیشینه روسیه گفته می‌شد که روسیه تنها در صورت حمله با سلاح هسته‌ای از این نوع سلاح برای پاسخ کار می‌گیرد. حالا در دکترین این نوع آمده است که اگر تهدید جدی به امنیت و استقلال روسیه و حمله کشور با پشتیبانی کشوری که سلاح هسته‌ای دارد صورت بگیرد، مسکو حق حمله با سلاح اتمی را دارد. روسیه و امریکا 88% سلاح هسته‌ای دنیا را در اختیار دارند. مقامات امریکا میگویند آنها هیچ دلیل را برای تغییر سیاست استفاده از سلاح هسته‌ای نمی‌بینند. کیوف ماها باز از کشورهای غربی میخواست که برایش اجازه حمله با موشک‌های دورپرواز را به درون طریق خاک روسیه دهند. روسیه گفته بود که اگر چنین حمله شد آن را حمله ناتو ارزیابی خواهد کرد. این یک رفتار بی‌مسئولیتانه روسیه است که کمک رسانی ما به اوکراین را دیگر نمی کند. روسیه در جبهه جنگ با اوکراین پیشرفت می کند. حالا نگرانی ها از فرارسیدن یک مرحله خطرزای جنگ بیشتر شده است.